سلام و درود خدمت همراهان ارجمند. در ادامه یادداشت‌های روزانه الکل و مواد مخدر امروز در خدمتتون هستم با یادداشت 22 اردیبهشت ماه. و اما یادداشت امروز در برنامه در میان افرادی که در گروه بودن برای اولین بار با گروهی روبرو شدم که احساس کردم زمانی که از ترس‌هایم صحبت می‌کنم منظور منو درک می‌کنن. به نظر می رسید آنها نیز تجربیاتی شبیه تجربیات من و ترس‌های مشابه من را داشتند. پس از باز کردن سفره دلم و حرف زدن درباره این ترس‌ها بود که پی بردم برای بسیاری از این ترس‌ها که هیچ دلیل موجهی وجود ندارد و فقط در ذهن من وجود داشتند، به مجرد جاری شدن بر زبان ناپدید می شوند. گاهی ترس از دست دادن شخصی که دوست داریم چنان بر فکر و ذهن ما رسوخ میکنه که روابط ما را با فرد مورد نظر با مشکلات جدی روبرو می کند. در برنامه آموختم برای سلامتی خود به ترس‌هایی که هیچ گونه دلیل خارجی برای آنها وجود ندارد بهایی ندهم و وقتی نگذارم خداوندا به من کمک کن تا بارهایی از ترس و افکار نگران کننده که بیشتر مربوط به آینده می باشد و هیچ گونه کاربردی در زندگی امروز من ندارد در آرامش زندگی کنم. توانم را به کار میگیرم که بدون توجه به اضطراب‌ها و نگرانی‌هایی که هیچ گونه ضرورتی در زمان کنونی من ندارند، انرژیم را جهت رویارویی با چالش‌های